انسانهای بزرگ که قلبها رو تسخیر میکنن حب انتقام ندارن. انسانهایی که دلشون خیلی کوچکه حب انتقام دارن. الم نشرح لک صدرک، آیا سینه تو رو منشرح نکردیم؟ خدا بهش میگه. علما میگن اسباب انشراح صدر 3 تاست: صبور بودن و گذشت کردن. انسانهای کوچک با دل کوچک، کم طاقت، کم حوصله، دنبال انتقامن، نمیتونن ببخشن، خودخوری میکنن، شب و روز آرام ندارن. دومین اسباب انشراح صدر این که انسان نگاهش دور بکنه به همه انسانها، نگاهش زیر پاش نباشه به خویشاوندان خودش، به دور و برای خودش، نه به همه. سوم مخالف پذیری. انسانهایی که دلشون کوچکه نمیتونن نگاهی و نظری و رأی غیر از رأی خودشون بپذیرن، در جا حذفش میکنن اگه قدرت دارن.